بی حد ثنای خالق غفار میکنم بعد از ثنای فرد توانای لایزال ذکر رسول احمد مختار میکنم من امتم ز امت آن شاه ملک دین سران سار حضرت سردار میکنم بعد از ثنای ذات خدا و رسول مدح و صفات حیدر کرار میکنم. ما امیدوار هستیم که در جامعه افغانستان همچون فرهنگ که عروسی ها از او آواز و ساز و اینا خارج شوند تبدیل بر فرهنگ اسلامی شود. دلدار میکنم یا قائلا لدو و یا والی الولی یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی ساقی بیار باده پیاپی مکرران. خیلی ممنون عرض می‌دارم تشریف فرمایی تمامی مطلوبین عزیز و انجمن در محفل عروسی و مادامان عزیز سردار علی هدایت مطرب نوای عشرت و شادی و پای کن نرمک بزن تو بربتا بنواز خوشترا ساقی بده پیاله پیاله سبو سبو پاک و اطهرا زن پس ما توقع ما از تمام مردم افغانستانی است که ما حافظ فرهنگ خود باشیم، حافظ فرهنگ اسلامی خود باشیم و ترویج کننده و تاثیر کننده و گسترش دهنده این فرهنگ باشیم، چون اسلام عزیز غنی‌ترین فرهنگ داره، زیباترین فرهنگ داره. ما امیدوار هستیم که در جامعه افغانستان همچون فرهنگ که عروسی ها از او آواز و ساز و اینا خارج شوند تبدیل بر فرهنگ اسلامی شود زیبایی پیدا میکنه، چون آغاز زندگی انسان های مسلمان باید با صداهای شعارهای اسلامی، صحبت‌های اسلامی آغاز شود، نه با ساز و آواز. ما کوشش کنیم که از اسراف جلوگیری کنیم و دست بیچارگان رو بگیریم. این بهترین فرهنگ است. اگر در سراسر افغانستان این فرهنگ تبدیل بر اصل شود، ما و شما در هیچ مشکل بر نمیخوریم. هیچ جوان ما بدون عروسی نمیماند. بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحد و بدر و خیبر من دشت جان تب ضعیفم کجا بود مدای وسعت خداوند اکبر یا قائلا لدو و یا والی الولی یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی علی مولا ای راستاری حضرتی داور علی علی ای باعث علوم پیامبر علی علی. تبریک عرض میکنم مناسبت فرخنده وصلت و پیوند دو عزیز، وصلت و پیوند بین دو خانواده بزرگ سالار قیام چنداول، خانواده شهید هدایت و
خانواده محترم افضلی ترکمنی را محضر خانواده های بزرگوارشان دعا میکنیم خدای متعال و عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این وصلت و پیوند را بین دو خانواده مبارک و میمون بگردانند و انشاءالله آغازش را خیر و فرجامش را خیر قرار بدهد، زندگی پر از مهر و صفا و صمیمیت و برکت برای زوجین عنایت بفرماید. اما بدو جهای مدینه خزان شدی بارا گفت محمد که علی جام من است. آغاز قیام چنداوان آهنگ ملکوتی بود که با دستان شجاع مردان در هجوم تلخی‌های ظلمت، زنجیر و شکاوک گلوله و مرگ به هدف برپایی جامعه دینی و رهایی از اسارت و تجاوز نواخته شد و در زیر بارش بمب و گلوله‌های سوزان مجاهد مردان قهرمان ما سجاده عشق را در محراب توحید به هدف جلب خالق لایزال، جلب رضایت خالق لایزال پهن نموده و مسیر توفان‌های متواتر را با گوشت و استخوان و خون پاکشان به ساحل پیروزی بدرقه فرمودند. قیام چنداوان در تاریخ مبارزات مردم افغانستان به مثابه طلوع ستاره روشنی بخش و الهام آفرین درخشیده است و نام چنداوان و سالار قیام حاج سردار نوروز علی هدایت زینت زرین تاریخ جاودانه در جغرافیای قیام کابل در دل تاریخ این میهن حک گردیده است. قیام سلحشورانه دوم سرطان 1358 که در 45مین سال این قیام مقدس قرار داریم، ضیعه مجاهد مردان قهرمان چنداوان با قیادت سردار مجاهدین کابل الحاج نوروز علی هدایت و سایر همسنگرانشان معجزه تابناک و فراموش نشدنی در تاریخ مبارزه حق طلبانه و پیروزمندانه خون بر شمشیر است. سالار قیام چنداوان رحمت الله علیه در کنار مجاهدت، عدالت خواهی و آزادی خواهی الگوی درخشان و بی‌مثال در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی و خیرخواهانه و تاجدار اقلیم فعالیت‌های اینچنینی نیز در هنگام حیات پربارشان بوده‌اند. سالار قیام چنداوان رحمت الله علیه یاور و حامی مظلومان و محرومان چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، به ویژه در هنگام مهاجرت سالیان قبل در منطقه حاجی کمپ پشاور پاکستان بودند. دستگیری از مهاجرین میهن در کشور پاکستان، مهمان نوازی و دستگیری از مستمندان و مستضعفان و مهاجرین که در هنگام مهاجرت با مشکلات گوناگون و متفاوت روبرو بودند. اکثریت مهاجران کشور از حمایت‌های مادی و معنوی سالار قیام چنداوان رحمت الله علیه و فرزندان بهره گرفته‌اند. حمایت مادی و معنوی از تأسیس مرکز فرهنگی قلب آسیا در پشاور پاکستان، حمایت از تأسیس لیسه عالی شبانه و شبانگاهی برای قالین بافان مهاجر کشور، حمایت از دانش آموزان که توانایی
خرید کتابچه و قلم و دواتشان را نداشتند. پرداخت کمک هزینه به جوانانی که توانایی برپایی جشن ازدواجشان را نداشتند. یتیم نوازی و دستگیری از یتیمان و مستمندان و سایر فعالیت‌های خیرخواهانه از زمره فعالیت‌هایی بود که سالار قیام مقدس چنداول حاج سردار نوروز علی هدایت الگو و سرمشق زندگی خویش قرار داده بود. شخصیتی که در راه عدالت و آزادی خواهی، مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، طعم تلخ زندان، تبعید، مهاجرت و شکنجه‌های روحی و جسمی بیشماری را چشیده بود و در فرجام این شخصیت بزرگ با روح و وجدان آرام به دیدار معبودش شتافت و جاودانه تاریخ شد. اما به حمدالله راه او، خط مشی او، سیره آزادی خواهی و عدالت خواهی او ذریعه آزاد مردان و عیاران کابل به ویژه فرزندان خلف و صالحش ادامه یافت و ادامه دارد به حمدالله. فرزند ارشد سالار قیام چنداول برادر شایسته و فرهیخته با سالار عبدالرؤوف هدایت دقیق همانند پدر امروزه نقش برجسته در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و مذهبی دارد. جناب هدایت نقش برجسته‌ای و نقش مرکزی و محوری در تأسیس مجلس حمد، نعت و مراقبخانه گلزار شهدا به مدیریت و سرپرستی فخر جامعه مردهار کشور جناب حاج استاد ولی حیدری آقای رئیس مراد علادار از شخصیت‌هایی اند که همواره حامی این گونه محافل و مجالس در کنار برادر عزیز و ارجمند ما رئیس صاحب عبدالرؤوف هدایت بودند. فعال انقلابی و حماسی در فضای حقیقی و مجازی، شرکت در محافل مذهبی و همدردی و حمایت از قشر مظلوم و بی‌بضاعت میهن، حامی برنامه‌های مذهبی، علمی، اجتماعی و خیرخواهانه. همچنان برادر عزیز و ارجمند ما وکیل علی ارزان پرست بدون مبالغه و تظاهر، شخصیتی که در دوران جمهوریت و اون هنگام که وکیل شورای ولایتی بودن همواره در کنار مردمش بوده و فعالیت خیرخواهانه ایشان شهره شهر و بر همگان مبرهن و آشکار بوده است به حمدالله. و کماکان این فعالیت ها امروزه به شکل شمایل دیگری و متفاوتی به حمدالله ادامه دارد. استاد شیرعلی هدایت را اکثریت جوانان ورزشکار ما میشناسند. استاد شیرعلی هدایت نیز فعالیت‌های ورزشی بی‌نهایت مؤثر و مفید در کشور داشته و اکنون من حیث معاون فدراسیون کیک بوکسینگ کشور فعالیت دارند. چه زیباست جمعی آغازگر بیدارگری، عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی و بصیرت افزایی می‌شوند و جمعی دیگر ادامه دهنده راه و مسیر آزادمردان. امیدوار هستم در فرجام پایان این مقاله و این زندگی نامه و فعالیت‌های سالار قیام مقدس چنداول حاج سردار نوروز علی هدایت رحمت الله علیه امیدوار هستم همه من ادامه دهنده سیره و مسیر این آزادمردان، مجاهدمردان و قهرمانان عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی باشیم. من امتم ز امت آن شاه ملک دین سر را نثار حضرت سردار میکنم بعد از ثنای ذات خدا و رسول مدح و صفات حیدر کرار میکنم شاهان روزگار غلامان نبوت من چاکر دلدار میکنم یا قائلا لدو و یا والی الولی یا مظهر